با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس. امروز اومدم که اطلاعات یک عمر زحمت و تحصیلاتم را به شما واگذار کنم. در این مصاحبه و در این برنامه میخوایم راجع به رابطه و زمانهای ویژه جفتگیری، بله چتونه؟ جفتگیری صحبت کنیم. جفتگیری یکی از علم و صنایع خیلی مهم هست که در کشور ما بسیار با استقبال روبرو شده و مردم بسیار دوست دارن. ملت نمک نشناس، جفتگیری باید زمان و دقیقه و ساعتش خیلی مناسب حال باشه و یعنی اتفاقات وجودی میفته و به این ترتیب هست. اگر جفتگیری در روز دوشنبه راه بیفته، مال اونایی که آساپاسن، کار و زندگی ندارن، خب اون خیلی خوبه، بین ساعت 8 صبح تا 12 بعد از ظهر. خب اون بچه دانشمند و اینجور چیزا مثلا به بار میاد. آره، جفتگیری اگه در شب دوشنبه اتفاق بیفته، مثلا بگیم از ساعت مثلا 6 بعد از ظهر تا 12 شب، خب اون بچه یه چیز آساپاس و کج و موج و عقب مونده اصلا از آب در میاد. آره چطونه؟ جفتگیری اگه شب سه‌شنبه اتفاق بیفته، بچه اصلا شهید پرور میشه. آره به خاطر دروغ نمیگم. بعد جفتگیری اگه روز سه‌شنبه اتفاق بیفته، خب اون بچه خوشگل میشه، زیبا میشه. آره، چشای آبی و اینجور چیزا میشه. این مزخرفات از کجا میارم؟ این مزخرفات خودم یه عمری از خودم ساختم. شما رفته اصلا موردش رو برده ها. چتونه؟ شب چهارشنبه اگه جفتگیری اتفاق بیفته، خب اون دیگه خیلی افتضاح میشه. بچه‌ای میشه از این پاک دامنان اینستاگرام هستن که با شورت توری میرقصن در اینستاگرام یا سینه هاشون رو نشون میدن، از اونا میشه. پس حواستون خوب جمع باشه، جفتگیری اون روز نکنید. جفتگیری اگه روز چهارشنبه اتفاق بیفته، خب از یکی بچه مثلا یکی از این دانایان قرن میشه، مثل ابوعلی سینایی چیزی میشه. آره والا دروغ نمیگم، نه همه اصلا خودم امتحان کردم. جفتگیری اگر روز پنجشنبه اتفاق بیفته، بچه اصلا فضانورد میشه، دانشمند و فضانورد و اینجور چیزا میشه. آره والا جفتگیری اگه روز پنجشنبه اتفاق بیفته، باز بچه شیطان صفت میشه و شیطون میشه و دنبال شیطون و اینجور چیزا میره. آره والا دروغ نمیگم، مزخرفات رو خودم ساختم. آره خب خیلی روش کار کردم. همونجا که داشتم میگفتم، جفتگیریه که شب شنبه اتفاق بیفته که بچه پررو میشه و پرزبون میشه و اینجور چیزا میشه. جفتگیری اگه روز شنبه اتفاق بیفته، خب بچه کلاهبردار میشه. آره والا. وقتی میگید که شب سه‌شنبه، منظور از چه ساعتی تا چه ساعتی؟ یعنی چی منظورت از چه ساعتیه خانم؟ شما باباتون با مامانتون روز دوشنبه صبح مثل که جفتگیری کردن، نه؟ خب شب دیگه، شب وقتی که آفتاب رفت میشه شب، تاریک میشه دیگه. بچم خب خیلی در کشورهای مختلف کافرین زندگی میکنن خانم. شب تو آلاسکا خب 6 ماه شبه، تو برقا رفت میشه شب. جفتگیری کنید دیگه، فرق نمیکنه دیگه، بستگی به شخصیت بچه اصلا اون موقع درست میشه. شما اینا رو بذارین جلوتون، حواستون جمع باشه که جفتگیری میکنید، سوالای مزخرفی میکنید ها. وقتی که میگید شنبه شب کی هست تا کی هست، همونجور که دوشنبه گفتم دوستان، این جفتگیری، برنامه جفتگیری در شخصیت بچه خیلی اهمیت داره ها. شما اگه الان دور و بدرتون نگاه کنید، الان میفهمید کی جفتگیری شده. اون موقع میدونید که پس این روز دوشنبه جفتگیری شده. طرف اگه کلاهبردار بود کی جفتگیری شده بود؟ روز شنبه. یک شنبه ها رو دیگه خواهش میکنم، خواهشن جان مادرتون مرخصی بگیرید، اصلا جفتگیری نکنید. بس اصلا جفتگیری نکنید. همون دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه بسه. یک شنبه رو خواهشن اصلا بتمرگید سر جاتون، همون چای قلیونتون رو کافیه براتون، جفتگیری نکنید. آره دوستان دیگه حرف دیگه ای ندارم. امیدوارم از اطلاعات من
به اندازه کافی استفاده کرده باشید در برنامه‌های جفتگیریتون. همونجوری گفتم جفتگیری فقط ساعت و دقیقه و ایناش مهمه دیگه. با کی شما جفتگیری کردی و مثلا مهم نیست، حالا هر آساپاسی بود به درک، ساعتش فقط مهمه. برید دیگه، از این صحبت دیگه ندارم تا من حالا برم وقت درس بخونم. و یادتون نره این مزخرفاتم همه ساخته خودمه ها، هیچ کس بهم نگفته. بله فعلا خداحافظ جفتگیران، ملت نمک نشناس جفتگیران. های مستند و معتبر وجود داره. دفعه پیش عرض کردیم یکی شب دوشنبه بود که تاکید شده بود اگر که فرزندی در این شب در حقیقت بود اول وجود او شکل بگیره و نطفه حقیقی او شکل بگیره، این فرزند به گونه‌ای هستش که در بالاترین حد از رضایت از خداونده. شب سه‌شنبه ویژگی خاصی که داشت این بود که شهید پروری میکرد. شب پنجشنبه طبق نظر اهل بیت علیهم السلام در حقیقت ویژگی که داره اینه که فرد رو در زمره دانشمندان قرار میده، اونم دانشمندان حقیقی، عالمان و حکیمان. و روز پنجشنبه در هنگام زوال ویژگی که داره اینه که فرد بیشترین دوری رو از طول موجهای شیطانی خواهد داشت و شیطان در حقیقت در او کمترین برد نفوذ رو پیدا میکنه. شب جمعه ویژگیش این بود که فرزند قدرت سخنوری رو پیدا خواهد کرد و روز جمعه بعد از عصر ویژگیش این بود که اون فرزند از دانایان مشهور میشه.